سلام بچه ها. حدود 10 روزی بود که بیمارستان بستری بودم. نتونستم پست بذارم. مثلا گوشی در دسترسم نبود. اتفاقای عجیب غریبی افتاده تو این 10 روز. شایعات زیادی بود. بعد یه چیز حالا جالب که نمیشه گفت، دردآور واقعا. من روز قبل اینکه برم بیمارستان بستری بشم، من باید هفته 3 تا آمپول بزنم. آمپول خاصیه. 3 تاش حدود 6 میلیون تومان میشد، یعنی 2 میلیون. دیروز رفتم قیمت کردم که برای هفته آینده که دوباره لازمت بگیرم، جان دولتی نیستش، بازار آزاده. 3 تاشو میگفت 12 میلیون تومان. خدایا چه خبره؟ ما میخوایم به کجا بریم؟ گرونی گرونی گرونی. کمره مردمو شکستم. به جوونه 38 سالم با یه بیماری دست و پنجه نرم میکنم. وضع مالی خوبی ندارم، فشار رومه. همینجوری خرج روزمرم رو با سختی در میارم، حالا خرج دوا و درمونم هم به کنار. واقعا دیگه این تورم یه ابزار انداخته گردن مردم فقط باید بودن به خاطر اینکه از تورم عقب نمونن، که هر کاری هم بکنیم تورم عقب میمونه. واقعا دیگه ناامیدم، واقعا دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. دست و دلم دیگه به کار نمیره. دنیای عجیبی شده، واقعا شرایط سختیه، واقعا شرایط عجیب غریبی. نمیدونم، واقعا مغزم دیگه کار نمیکنه.